مرگ مردم مظلوم فلسطین و کودکان بیگناه موضوعی است که امروزه دل هر مسلمان که نه، دل هر انسانی رو به درد میاره. اما در این بین معجزاتی هم رخ میده که از دید مردم و دوربین ها مخفی نمیمونه و این وظیفه رسانه هاست تا این اتفاقات رو به مردم نشون بدن. گورهای دست جمعی غزه، قبرهایی که به خاطر حجم زیاد شهدا به وجود اومدن تا بدن بیجان کودکان فلسطینی رو در خودشون جای بدن. شاهدان میگن معجزه بزرگی هنگام دفن شهدای غزه در گورهای دست جمعی رخ داد. آنچه که اتفاق افتاده بود رو باور نمی کردن و همه از شدت شوک اشک می ریختن. چند ساعت از دفن دست جمعی شهدای غزه می‌گذشت و نگهبان قبرستان حیرت زده و در حالی که فریاد می‌کشید و اشک می‌ریخت این روایت رو در مقابل دوربین‌ها بیان می‌کرد. تصاویر نادر و دردناکی از قبرستانی که شهدای غزه در اون دفن شدن در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شد. این گورهای بزرگ دست جمعی جایی بودند که قرار بود شهدای مظلوم فلسطین و کودکان بیگناه در اون آرام بگیرن. خیلی از کسانی که در این گورها دفن میشن هویت مشخصی ندارن و چون شدت جراحاتشون زیاد بوده مجبورن به صورت گمنام دفنشون کنن و این در حالیه که هنوز فرزندان فلسطینی دنبال پدر و مادر مفقود شده خودشون میگردن، در حالی که شاید در یکی از بمباران‌ها شهید شده باشند و اونها خبر نداشته باشند. تعداد شهدا انقدر زیاد بود که دیگه قبرستان رسمی غزه جوابگوی جمعیت شهدا نبود و برای همین تصمیم گرفتن یک مکان جدید رو انتخاب کنند. از لحظه ورود شهدا و کودکان قربانی به قبرستان جدید فلسطین فیلم گرفته شده و تمام لحظات دفن و به خاک سپردن اونها ثبت شده. همه اونها از شهدای جدید بودن و به گفته مسئول قبرستون این اولین باری بود که این تعداد از شهدا رو یک جا به قبرستون می آوردن. متصدی قبرستون بیان میکنه این اولین بار بود که همچین اتفاق عجیبی رو شاهد بودم. از مقامات با من تماس گرفتن و از من خواستن که یک قبر متفاوت رو آماده کنم. اونها به من گفتن که قراره بیش از 130 شهید رو دفن کنیم و تهیه قبر مجزا برای هر یک از اونها امکان پذیر نبود. برای همین از من خواسته شد که یک قبر به طول 30 متر و به عمق 1.5 متر توی قبرستون ایجاد کنم تا همه اونها رو در یک گور دست جمعی جا بدیم. شرایط بسیار سخت بود و همه ما تحت تأثیر قرار گرفته بودیم. برای همه ما سخت بود که هر لحظه ممکنه یکی از عزیزانمون رو از دست بدیم یا خبر شهادت یکی از اعضای خانوادهمون رو بهمون بدن. من و همکارانم در حالی که غم زیادی در دل داشتیم شروع به کار کردیم و با استفاده از لودر و ابزار مناسب این گور دست جمعی رو حفاری کردیم. اما اتفاقات عجیبی رو حس می کردم و یک حس معنوی قوی رو در قبرستون احساس می کردم. فکر میکردم یک موجود از عالم غیب در کارها به ما کمک میکنه و هوای ما رو داره و این حس برای من اولین بار بود. با همکارام هم این موضوع رو مطرح نکردم و به کارم ادامه دادم. اون ادامه میده و میگه در اوج آفتاب در حال آماده سازی قبر بودیم ولی سختی کار رو حس نمی کردیم و با وجود وضعیت خراب روحیمون اصلا احساس خستگی نداشتیم. جنازه ها بعد از نماز ظهر اومدن ولی یک چیز عادی نبود. بوی عجیبی در فضای قبرستون پیچیده بود. انگار همه این جنازه ها رو با خوشبوترین عطر دنیا غسل داده بودن. ولی نکته عجیب اینجا بود که هیچ کدوم از این جنازه ها یک غسل معمولی هم ندیده بودن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم راست گفتن که خون شهدا مشک هست و در واقع بوی مشک میدهند. این اتفاقات برای من همینقدر عجیب بود و فکر میکردم که فقط من این موضوعات رو متوجه شدم تا اینکه همکارم رو به من کرد و به بوی خوبی که در فضا پیچیده بود اشاره کرد. اونجا بود که جفتمون اشک ریختیم و از خدا درخواست عاقبت بخیری کردیم. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. من به وضوح پرواز کردن روح این اجساد رو حس میکردم.
وقتی اجساد رو داخل قبر قرار میدادیم احساس هیچ سنگینی خاصی نداشتم و احساس میکردم جسم و روحشون به سمت آسمون پرواز میکنه. از خداوند میخوایم که اینها رو مورد رحمت خود قرار بده و در زمره اهل بهشت قرارشون بده و از خداوند میخواهیم در آینده نزدیک اونها رو پیروز و قبرهاشون رو باغ بهشت قرار بده و به بازماندگانشون صبر عنایت بفرمایید. اما در این بین یک اتفاق تلخ دیگه هم رقم خورده. یوتیوبر هندی قبور مسلمون‌ها و روش دفن ما رو به سخره گرفت. ولی خودش بعد از چند روز وقتی به عذاب الهی دچار شد جلوی دوربین حاضر شد و عذرخواهی کرد. اون وارد قبر مسلمون‌ها شد، آهنگ پخش کرد و در حال رقصیدن نشست و به طور خلاصه اون مسلمون‌ها رو به چالش کشید و اونها رو مسخره کرد، به خصوص روش دفن مردگان رو در قبر. اون تصمیم گرفت که یک روز کامل و 24 ساعت توی قبر بمونه و به همه نشون بده که اعتقادات مسلمون‌ها خرافاتی بیش نیست. دوستانش ابزار لازم رو داخل قبر برای اون جمع کردن، از جمله برق، شارژر، بالش، تشک، روکش، دوربین و نور و هر چیزی که ممکن بود در طول این 24 ساعت برای اون نیاز بشه. یوتیوبر هندی به داخل قبر رفت و دوستان دیگرش بالای قبر موندن. اونها یک سوراخ کوچیک ایجاد کردن تا هوا وارد قبر بشه و دوستشون بتونه نفس بکشه. به محض اینکه در قبر بسته شد و خاک روی سنگ لحد ریختن، یوتیوبر هندی شروع به رقصیدن و آواز خوندن از داخل قبر کرد و اعتقادات مسلمان‌ها رو به مسخره گرفت. این یوتیوبر با اصرار برای تکمیل چالش خودش مدام میخندید و از داخل قبر فیلم لایو میگرفت و دوستانش رو از همون سوراخ تهویه‌ای که براش ساخته بودن صدا میکرد. اما ناگهان عذاب خدا نازل شد. دوستانش تعریف میکنن که در حالی که دوستشون داشته میخندید و مسلمانان رو مسخره میکرده اتفاق ترسناکی افتاد. بادهای شدیدی وزید و خیمه‌های اطراف قبر رو از جا کند و ناگهان پس از چند دقیقه در حالی که وسط تابستون بودیم ابرهای سیاه آسمون رو فرا گرفتن و بارون شدیدی شروع به باریدن کرد. گویی که روز قیامت رخ داده. یوتیوبر هندی و دوستاش از باران شدیدی که میبارید غافلگیر شده بودند. آب مسیر عبور هوای داخل قبر رو بسته بود و از بالای قبر نیز به داخل قبر آب نفوذ پیدا کرده بود. دوستان او سعی کردن بلافاصله هر وسیله برقی رو قطع کنن تا دوستشون دچار برق گرفتگی نشه و بعد از اون بلافاصله تلاش کردن تا خاک‌های روی قبر رو که حالا به گل تبدیل شده بود رو کنار بزنن و جون دوستشون رو نجات بدن. اوضاع از کنترل اونها خارج شده بود و پس از چند دقیقه تلاش در حالی که یوتیوبر هندی از شدت ترس به خودش میلرزید از قبر بیرون اومد. دوستانش بعد از اینکه دیدن دوستشون توانایی راه رفتن نداره اون رو خیلی سریع با ویلچر به بیمارستان بردن. یوتیوبر از داخل بیمارستان با ناراحتی فراوون اعلام کرد که در این چالش شکست خورده و تأکید کرد که دیگه تلاشی نمی‌کنه. این یوتیوبر به دنبال کنندگان خودش توصیه کرد که این چالش رو امتحان نکنن، زیرا قبر دارای اعتبار و احترامه و کوچک شمردن اون جایز نیست. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر تا ویدیویی دیگر بدرود.